تجربه گرانی که بدون اطلاع، بدون حصار، بدون هیچ چیزی که فکرشو بکنن، در محلهایی که محل زندگی اجنه و موکلهای خبیث و خطرناکی از حضور پیدا میکنن برای تجربه، برای حالا ویدیو گرفتن، از همین طریق اینا تسخیر میشن، مست جن میشن، تاثیرشون میفته، هزاران مشکل براشون میفته. همونطور که توی فیلم میبینید ممکنه از حال برن با اون مست جنی که میشن و اینا بعدها مشکلات بسیار جدی و همراه داره. خواهش میکنم از عزیزانی که دنبال تجربه گری در اینجور مکان ها هستن قدغن کنن این کارو برای حفظ جان خودشون.